من جلوی سرم تقریبا کف سرم تو عکسام فکر کنم مشاهده کنید هستش که واضح ریخته بود، ولی الان خودشوی الان همکارام هم حتی میگن و کسایی که حالا منو میشناختن تا این پروسه با من بودن کاملا میگن که این مو سالم شده. ریزش موهاتون کامل متوقف شده؟ ببین حالت یک آدم نرمال رو پیدا کرده که یک ریزش نرمال و طبیعی هستش. حمام میری حالت اینکه مو رو شونه کنی و اون ریزش روزانه معمولی رو داره. چطور وضعیت؟ میدونم من الان جلسه 4 لیزر فوتونا چه جلوی سرم هستش چه ابروی کاش شده بود و واقعا با توجه به حالا موارد دیگه که گفتید رعایت کنم مثل شامپویی که گفته بودید تونیک سری که گفته بودید و همه اینایی که استفاده کردم در مجموع ریزش موهای من نسبت به 3 ماه پیش واقعا اینو بدون اقرار میگم که شده 1/10 اون حجم مویی که از من میومد. حتی موهات هم ضخیم‌تر شد. 100% اصلا شکل مو تغییر پیدا کرده. واقعا جدی میگم. موام در اومد دیگه. موی جدیدم در اومد مثلا. بیبی هیرام کامل در اومد. یعنی موی نازک در اومده. دقیقاً و اون موهایی هم که نازک بود خودش ضخامت پیدا کرد. خب وقتی ادامه بدی موی نازک ضخیم میشه.